سلام بیننده عزیز و خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستیم. برنامه نوید بامدادی است که با تازه ترین خبرها از رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. ساعت در دوشنبه 11. نخست نگاه میکنیم به سرخط خبرهای امروز 30 ایول. در برق تاجیک گفتن نرخ برق باز بالا می رود. تیمور رحیموف آخرین جودوکار تاجیک هم در المپیاد توکیو ناکام شد و امریکا یک جنگجوی تاجیک را به فهرست سیاه شامل کرد. مسئولان شرکت برق تاجیک گفتند نرخ استفاده برق امسال در تاجیکستان گران می شود، اما نگفتند که چقدر. رستم مجیدزاده سردار دپارتمان اقتصاد و مالیه شرکت برق تاجیک روز 29 ایول گفت نرخ برق را یک گروه کاری در نزد خدمات ضد انحصار معین می کنند. ما فقط با خدمات ضد انحصاری قسمت خراجات خود را پیشنهاد میکنیم. معین نمودن تعریف‌های نیروی برق وابسته به گروه‌های استفاده برندگان این علاقه وکالت خدمات ضد انحصاری است و با اینابت گرفتن تمام پهلوهای مسئله‌ها خدمات ضد انحصاری تعریف را معین می‌کند. رستم مجیدزاده در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت ارزش اساسی استحصال 1 کیلووات برق در تاجیکستان به نظر داشت خراجات انتقال 20 درم می باشد. محمد عمر اسدزاده معاون اول رئیس برق تاجیک شرح داد که ارزش اصلی استحصال برق وابسته به خراجات می تواند زیادتر باشد. درباره بالا رفتن نرخ برق روز 12 ایول وزیر انرژی هم صحبت کرد. پیشتر بعضی از ساکنان از هر گونه تصمیم مقامات برای بالا بردن نرخ برق تنقید کردند. مقامات همواره میگویند نرخ استفاده از برق در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر پساشوروی خیلی پایین است. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک که صبح امروز 30 ایول در المپیاد توکیو در مسابقه جودو در وزن بیش از 100 کیلو در دوره اول بر اندری گراند از کوبا غالب آمد. در دوره بعدی از گورام توشیشویلی گورجی شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. گورام توشیشویلی 26 ساله در رده‌بندی جهانی در وزن بیش از 100 کیلو در زینه ششم و تیمور رحیموف 24 ساله در جایگاه 17 قرار دارد. همکنون توشیشویلی که سال 2018 در باکو به عنوان قهرمان جهان دست یافته بود مبارزه را برای مدال المپیک در توکیو ادامه می‌دهد. در المپیاد توکیو 4 جودوکار تاجیک سامان محمدبکوف، اکمل مرادوف، کامرانشاه اوستاپیریان و تیمور رحیموف شرکت داشتند و از مدال‌های المپیک بی‌نصیب ماندند. امروز 30 ایول باز دو ورزشکار از تاجیکستان اناستاسیا تیورینا و عالمجان ایشانوف در شناوری با مسافه 50 متر با طرز آزاد رقابت می‌کنند. فردا 31 ایول مشتین معروف تاجیک بهادر عثمانوف نیز رقابت خواهد کرد. باز یک نماینده تاجیکستان الدر احمدوف روز 31 ایول در دویدن به مسافه 100 متر میان مردان در دوره انتخابی رقابت خواهد کرد. ضمناً کامرانشاه اوستاپیریان گشتگیری شناخته تاجیک برای ناکامیش در المپیاد توکیو از مخلصان عذرخواهی کرد. اوستاپیریان در صفحه اینستاگرامش نوشت از تمام مردم عزیزم عذر میخواهم که نتوانستم هنر خود را نشان دهم. پایان شب سیاه سفید است، نوشته است ورزشکار. یادآور بشویم که کامرانشاه اوستاپیریان روز 28 ایول در المپیاد توکیو در مسابقه جودو در وزن تا 90 کیلو از اکسل کلرگت فرانسوی شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. با ادامه حمله و جنگ طالبان که قلمروهای وسیع افغانستان را گرفته و به مرز تاجیکستان هم رسیدند، نگرانی یک طبقه جفا کشیده یعنی زنان افغان زیادتر می شود. آنها که در زمان حکمرانی طالبان ظلم و بی‌حقوقی زیاد دیدند میگویند میترسند که دیگر بار آن دوران برمیگردد. تلویزیون صدای آمریکا در این باره گزارش آماده کرد و آن را همکارم میرزا نبی خالقزاد تقدیم میکند. بعد سقوط طالبان در سال 2001 که زنان افغان را از همه حقوق محروم کرده بودند، زندگی این طبقه رنج کشیده دیگر و بهتر شد. آنها حالا کار و تحصیل میکنند، در پارلمان هستند و مقامهای بلند سیاسی دارند. در 20 سال گذشته در حکومت افغانستان چند زن هم وزیر بود. نسل جدید خب اون نسل گذشته نیست که بخواد او تفکرات خیلی شدید طالبان رو بپذیره. از این مطمئن هستم. ما نسل جوان بیداری داریم که توقعشان از زندگی، توقعشان از جامعه و دولت خیلی فرق کرده، خیلی بالا رفتن. اما واقعیت این است که نیروهای امریکا تا ماه سپتامبر از افغانستان می روند. مذاکرات صلح حکومت و طالبان به جای نرسیده است و در گفتگوهای گذشته زنان هم بسیار کم بودند. آخر ماه ایون مقامات طالبان با نشر یک بیانیه قول دادند که زنان افغانستان را از حق تحصیل و کار محروم نمی کنند. اما از آن منطقه‌ای که طالبان گرفتند گزارش می رسد که حق و حقوق زنان زیر پا می شود و این مردم زیادی را نگران کرده است.
ما ترس از این داریم که طالبا با همون افکار سابق خود نیایند، با همون وحشیت و بربریتی که سالها پیش آمده بودن به او رقم ندهند. حکمرانی طالبان که از سال 1995 تا سال 2001 در افغانستان ادامه کرد، یک عهد تیره و تار برای زنان بود. طالبان با تکیه به قانون‌های ارتجاعی شریعت زنان را از حق کار و تحصیل محروم کردند. آنها باید حجاب یا برقع می‌پوشیدند و حق نداشتند تنها از خانه بیرون آیند. حتی اگر محتاج کمک طبیب بودند. بانوان در اصل هیچ حقی درباره تعیین سرنوشت سیاسی و یا اجتماعی کشورشان نداشتند و در انزوا بودند. بزرگترین دغدغه زنها گرفتن حق انتخاب از اونهاست. این حق انتخاب میتونه در تمامی عرصه ها باشه، از پا گذاشتن در بیرون از خانه برای برآورده کردن ساده ترین احتیاجاتشان گرفته تا انتخاب همسر، حق انتخاب تحصیل، کار و سایر موارد. این بزرگترین نگرانی زنان است که اگر طالبا بیایند آنها محبوس میشن، در خانه میمانند و دیگه حق هیچ گونه حتی میتونم بگویم دیدن روی آفتاب را هم نخواهند داشت. حتی اگر مذاکرات صلح در افغانستان نتیجه بدهد، حامیان حقوق زنان میترسند طالبان با استفاده از قدرت افزایندهشان حق و حقوق زنان افغان را از آنها میگیرند و یا محدود میکنند. فاروق فیضیمتوف مشهور با لقب فاروق شامی شهروند 25 ساله تاجیکستان تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفت. وزارت مالیه آمریکا روز 28 ایول او را با گمان یاری به سازمان تروریستی القاعده و جلب آدمان به صف گروه‌های تندرو در سوریه به فهرست سیاه وارد کرد. پیشتر نام او در رخت شخصان علاقمند به تروریسم بانک ملی تاجیکستان درج شده بود. با اطلاع مقامات آمریکا، فاروق فیضیمتوف در هیئت سازمان تندرو هیئت التحریر الشام در سوریه است و به القاعده مالی و تکنیکی میکند. رادیوی آزادی معلوم کرد که فاروق فیضیمتوف زاده شهر اسفره ولایت سوغد است و سال 2016 به سوریه رفته است. یک مسئول شعبه کارهای داخلی شهر اسفره روز 29 ایول با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت هنوز از سال 2016 نسبت به او بر اساس ماده 401 کدکس جنایی، یعنی جلب، تعلیم، کمک مالی به زرخریدان و شرکت در جنگ‌های مسلحانه کشورهای خارجی پرونده باز شده بود. این مسئول گفت فیضیمتوف در ادلیب است و تلاش‌ها برای برگرداندن او به نتیجه بود. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرمان بخازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 30 ایول را فرا میگیرد. آژانسی مبارزه با کورپسیا روز 30 ایول سال 2019 گفت نسبت شهباز رجبزاده سابق رئیس ترمینال رقمی 1 دوشنبه که از جانب رئیس جمهور سخت انتقاد شد یگان پرونده آغاز نشده است. 2 ماه پیش از این در یک جلسه با شرکت کارمندان گمرک و انداز پرزیدنت تاجیکستان شهباز رجبزاده را تحت استنطاق شدید قرار داد و معلوم شد که او را در فسادکاری گمان برمی‌دانند. قضیه به جزا ماندن رجبزاده را برخی چون نمایشکاری مقامات انتقاد کردند. 30 ایول سال 2014 بانک جهانی به دولت تاجیکستان مشورت داد که به خاطر تنظیم نرخ سوزشواری به استحصال لونده ها از سرگین چارپا یا تپک اقدام کند. بانک جهانی گفت که 70% اهالی دهات تاجیکستان در سردترین فصل های سال برق ندارند و برای گرم کردن خانه ها و آماده کردن غذا اساساً از 3 نوع سوزشواری تپک، غوزه‌پایه و انگشت استفاده می شود. در پایان ایول سال 2011 در باغ جانوران دوشنبه اولین بار در تاریخ استقلالیت تاجیکستان بهموت مهمان شد. جانور آبی با 1.5 تن وزن ترسونبای نام داشت و از یک باغ جانوران قزاقستان آورده شد. 7 ماه بعدش وقتی این جانور از این جثه درگذشت، مقامات سببش را سکته دل گفتند، ولی برخی مطبوعات تاجیک سردی‌های بی‌سابقه و شرایط نامناسب را دلیل مرگ جانور نامیدند. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 30 ایول چنین اعلان کرده است. بیننده عزیز، این برنامه نوید بامدادی بود تقدیم از رادیوی آزادی. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما به ما نویسید. تا هفته آینده روز و روزگارتان خوش.